ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار. گفتاری 14. نشانه مقابلیت نکرد. کودکی خوابیده را که ناهموار نفس میکشید پهلوی مادرش گذاشته دسترخوانش را سر دست گرفت. آنها دستی همدیگر را گرفته از دیوارنی از دروازه به معرکه آمدند. دختران از دیدن آنها شادی کردند. کمپری مرجان شیخ بیریش را دیده زود نمک و قلندفور را از او پرسان شد. نشانه حاجتی دستارخواندار را برآورده نزد رقاصان آمد، اما کسی او را به دوره نکشید. در این باب هر یکی اندیشه خود را داشت. نشانه در دل از زنها رنجید. یک بار مرا به دوره کشید، اگر رقصیده نتوانم خودم رد میکنم، میگفت نگاهش. ناگاه حادثه روی داد که کسی انتظارش نبود و اگر خود شاهد نمی بودند باور نمی کردند. نشانه به رقص در آمد. وی که در عمرش نرقصیده بود به میدان وارد شده به حاضران نی به زمین نگران می رقصید. دختر نگاه رحم و حیرت و احسنت آدمان را گویا نمی دید. بانوی پنجه مثل میسه‌ای در خواب دیدهش ارغوشت می رفت. اگر به مادرش خبر می دادند که دخترت زبان برآورده است و سرود می خواند، اینقدر حیران نمی شد مگر از رقص او. ارغوشت پروازی آرزوی دل است. دختر صدای دایره را نشنیده به هوای ضربی آن بلکه با هوای ضربی دلی خود چنان مفتون کننده می رقصید که همه بلال بودنش خیال شبهه کردند. او به رقص در آمد و دیگران از دوره برآمدند. او این را هم گویا ندید. یک دیه رقص یک دختر را تماشا کنان کف میزد. نشانه در دوره تنها مانده را رقصش پرشورتر شد. 3 نفر با نوبت دایره زده خسته شدند. او هنوز می رقصید. تمامی علم و حسرت دلش را رقصیده حاضران را حیران و گریان کرده عاقبت شلپر اما خوشبخت از دوره برآمد. چشمانش زیبا را جسته یافتند. او خود را به آغوش دوگانه‌اش انداخت. زیبا و نازی کمپری مرجان و زنی رئیس خودی حسن ریزا از رخساره ارغوانی او بوسیدند. رقص نشانه حاضران را نهایت خرسند و خوشحال کرد. مردم رقص دختری بیزبان را چون فال نیکی سال نو خوش پذیرفتند. آنها عقیده داشتند که نوروز را چسانی استقبال بگیری تمام سالت همچنان می‌گذرد. مردم غمزده تا نوروز دیگر خوش روز بودن می‌خواستند. به گلخن فروزان در زی پخال خوش پرتافتند و علو تا آسمان ها گل کرد. دسترخواندارها هنر خود را به همدیه ها نمودن خواسته گرد دسترخوان ها پروانه می شدند. کمپری مرجان با دستیارانش دسترخوان های سنتی نوروزی 7 سین و 7 شین می آراست. دسترخوان 7 شین را نوریه به عهده داشت و 7 سین را مرجان. در بین دستارخوان ها پاره پاره کنجاله ها ستارچه های به دستارخوان ایدان ریخته را می ماندند. نوریه جان دخترم به اینجا جیغ زن، گفت مرجان که از دخترخواندش در شب نوروز هم تعریف شنیدنی بود. ها زیبی دنیا، به جای نوریه خودش صدا کرد زیبا را. زیب دنیا در حال نزد دسترخواندارها پیدا شد. کجانی آچه نگاه کن، دسترخوانها کرایی اند یا نه؟ دختر هنری مادر و مادرخوانده‌اش را تعریف کنان گفت دسترخوانهای شاهانه. های های کی ما را جغ میزنید؟ گفت زیبا. مرجان یک پاره سمنک را به دهان دختر خواندش گذاشته تا فرو بردن آن بر رویش با مهر نگریست. خودی حاضر، مرحمت. از بازی خوب سیر شدید؟ نه، حالی سیر نشدیم. گفت زیبا و رقص کنان و رهروان علاوه کرد.
مبادا یاد دوستان را فراموش نکرده اید؟ زنها اول به یک دیگر سپس به دسترخوان‌های آراسته نگریستند. به خدا که دخترمان از ما پخته است، گفت مرجان بعد رفتن زیبا. نوریه در تابدان علو کرده، بالای ستیل و چاینیک های پرآب را گذاشته نزد مرجان آمد. آنها آب دیدگانشان را پاک کنان به پاس خاطری سبز بهاریانی غریب افتاده و غریب خاک های شهید، به پاس خاطری آنهایی که در سرزمین خاموشان خفته اند، روی دسترخوان کاسه و پیاله و قاشق های علاوگی گذاشتند. صدای هیاهوی و کفکوبی کمپیرها را باز به دوره کشید. سفری خیرمنبان، چشمک زنان و ریش جنبان همراه زنش اصلیه ارغوشت می رفت. مرجان طاقت نکرده خود را به دوره شوی سابق و پلانجش زد. نازی از خنده دلش را داشته در جایش نشست. حسن ریزا به سیگانه آشنا و بیگانه اشاره کنان به ای سر می جنباند و می خندید. اصلیه زیبا و حسن ریزا را به دوره کشید. رئیس کمپیرش را کشاله کرد، کمپیر عروسانش را، عروسان خاصیت و نقره را، نقره دو خدای همیشه تجنگ نوریه و مرزیه را. تاش چنان که غیب زده بود همچنان پیدا شده، اشکم جنبان به دوره در آمد. چشمان زیک بازیگر شدند. سبز بهاریان گردی آتش اجدادی، پاکوبان و سرفشان رقصیده، گویا همراهی گردی دامانشان تمامی اندوهی فراق و مشکلات زندگی را به گلخنی پاک سوزی نوروزی افشانده می سوختند. اول جوان مردها، سپس مردان میان سال، بعد جرمدارها دعوتنامه گرفتند. قاتل جنگ را فرقی نبود کی را می کشد، طفل گهواره یا پیری برجا مانده را. تاش نیز دعوتنامه حربی را ترسان و لرزان انتظار بود. وقتی در اداره جماعت کاغذ را به دستش دادند، آن را نخواند، بلکه بیحال به شه ستون اداره تکیه کرد و آب دیده شش قطار شد. او خود می دانست و بار گوشرسش نیز کردند، با گوش نمی جنگند. رئیس گویا از وجود مردک بیخبر باشد، کاغذها را تگرو می کرد و در جماعت دیگر کسی به جنگ می رفتگی قریب نمانده بود. نان یافتم و دندانم شکست. عاقبت آواز برآورد تاش. زیبا سر برداشته به او خیالمند نگریست، اما جواب نداد. نخود من بر اینها را هم به جنگ برند رئیسه. تاش نخواست سربندش را کشاد و نیمی گوشش را انیقترش یکونیم گوشش را اوریان کرد. زیبا چنین خنک و بیزی بودن جرمی همدیه‌اش را تصور نکرده بود، زیرا مردک همیشه گوشهایش را بسته می گشت، گویا به چشمش غبار افتاده باشد. زیبا چشمانش را می مالید. دلش به حال نقره بیچاره سوخت. دعوتنامه را جماعت نی کمیسریات می دید. در پون بچه از کمیسیه می گذاری. دختران می سنجند، می بینند. شاید، گفت آهسته رئیسه. خواست بگوید شاید نروی، اما تاش سبب کرایی نرفتن نداشت. اگر جنگ رفتن تاش بر رئیس وابسته می بود، با چنین نمود خنک او را نه تنها به جنگ بلکه به پشته بالای دیهن نمی فرستاد. شایدی آهسته و بی اختیار از دهان وکالتدار قانون برآمده مردک را سخت امیدوار کرد. تاش از اداره برآمده راهروان سوی خانه‌اش در دل خود را ملامت می کرد که به زوری، به زاری یا به زر بر وقت دل رئیس و رئیسه را یافته خود را از جنگ خلاص نکرد. اقلاً 10 مرده می بود. به 10 مردگی نیز دعوتش نکردند. آخر 10 مرده ها را به جنگ نمی برند. چون کار از کار گذشته بود و شدش را خیالاً پیش نظر آورده به معجزه امید بست. تیار بود آخرین برده این نان دهان کودکانش را کنده
پاره دهد و جانش را خلاص کند. به لطف رئیس و رئیسه امید نداشت، زیرا آنها را خوب آموخته و شناخته بود. زن و فرزندانش گریان و نالان عسکر را تا بونی عقبه گسیل کرده قفا گشتند. تا سوی قسمت خود با آواز بلند گریه کنان راه گرفت. وقتی که از سرحد دیه گذشته به مرزی ریان پا می ماند، ناخواست دلش را حزنی تلخی سخت سوزاند. به یادش رسید که اسکران را همیشه اهل دیه یک جایه گسیل می کردند و او را جز زن و فرزندانش کسی بیرون دیه گسیل نکرد. از ناآدمی سبزبهاری نرنج. تاش خود را تسلا داده در دل شکرانه تقدیر کرد که مثل نقره زنی دارد و اصلا بچه هایش خار نمی شوند. کلبهش ویران. می گویند که اگر از روی رسم و رسوم دیه مسافر دلش را در خانه فراموش کند هم نباید از راه برگردد. و از خانهش خیلی دور رفته فهمید که حجتهایش را فراموش کرده است. بار دیگر کاغذهایش را در جیبش تگورو کرده بین را مستر ماند. پیش و قفا رفتنش را نمی دانست. در این دوره کی به فراموش خاطری او باور می کند؟ هیچ کس. می اندیشید خود به خود. اما یک چیز را خوب می دانست. بی حجت او را هیچ کجا نمی فرستند و بار دیگر بچه هایش را نقره مهربانش را خواهد دید. هرچی باد. در پیراهه آهو گذر به سواری با صلابت دوچار آمده هراسش افزود. این مردک با وقار پیچیده برود را نه تنها او تمام پونبچی می شناخت. السلام علیکم. دست روی دل سلام گفت پیاده مستر. سواره سلام پیاده را علیگ نگرفت، بلکه با نگاهی از کدام گور پیدا شدی تیغ کشیده سویش نگریست. پیراه تنگ بود و پایان دریا. یکی باید به دیگر ناعلاج راه میداد. کدام سواره از دل پیاده خبر دارد؟ سواره به پیاده اصلا راه دادنی نبود. تاش بی گفتگو گربه‌وار به خرسنگ بری جری چسبیده، جان در کف به سواره که از زیر برودهایش با استهزا به پیاده لبخند می کرد راه داد. از گویا فکری صاحبش را تصدیق می کرده باشد. هنگامی از نزد پیاده جان در کف گذشتن فیخ گفت. دلی تاش در پشتش چسبید. قسمت گویا برای تاش را از آن به این امتحان گرفتار کرده بود که برآمد. اگر راه جنگ چنین است، خودش چگونه است؟ سواره گذشته رفت و به مزرعه فراختر رسیده سوی پیاده مستر که در کجای دیده بود و یاد آوردن نمی توانست نگریست. پیاده هنوز در خرسنگ آویزان بود. شاف برود او را اشاره فرامدن کرد. مردک رنگ پریده سنگها را خنجال کرده پاچه شیمی بیچارگیش را از کمر تا دوم درانده نزد سواره رسید. تیار بود نعل اسبی رمیده سواره را بوسه باران کند. از کجا می شوی بچه؟ پرسید سواره. از سبزبهار، جواب داد پیاده به زمین نگریسته. گویا سواره از همین پیراهه او را راست به جنگ می فرستاده باشد. عیان می لرزید. از سبزبهار می شوی؟ من سبزبهاریان را خوب می شناسم. تو را بار اول می بینم. من اگه قیامتی خودت اهل و اولادت را مثل نان حرمت می کنم. هر بار آمدنت به دیه ما عید است. به فرزندانم قسم. پیاده به سواره دمادم خوش می آمد. چند فرزندای؟ 7 نفر اگه قیامتی. زنده باشیم 8مش در راه است. در همین سال قحطی میموری کمتر زایی؟ گفت سواره صلابتش را بیشتر نموده. کجا می روی؟ به کجا رفتنی این خاکی راه را پی برده حیران بود که چرا این مردک 4 پهلو تا حال به جنگ نرفته است. مردنی می روم اکی قیامتی. وقتم رسیده است. می روم که در خاک بیگانه به گور و کفن گورم کنند. آره تاش
نماینده کمیته پرتیوی رایان را در کالخاز کمون یاغی خیدیر را خوب می شناخت. می دانست که نایب رئیس کام اجرایی سفربرکنی به فرانت است. می دانست که مردک با هوای بروتش در ناحیه معجزه ها نشان می داد. می دانست که نایب رئیس به جنگ نرفته به بزرگترین نشانه های جنگی صاحب شده است. تاش بی اختیار به نشانه های قطار سینه نایب رئیس که در شعاع آفتاب می درخشیدند نگریست. می دانست که در جنگ پسر یاغی خیدیر قربان شده است و مردک در دل زخم سوزان دارد. عاقبت شنیده بود که مردک خواهد از دهان اژدها آتش گرفته می تواند، به شرط دلش را یابی. تاش تمام حقیری خود را در نگاهش جای داده سوی وکیل قسمتش چشم امداد دوخت، بلکه نزد نایب رئیس نیز گرفتن سربندش را فراموش نکرد. روی برمه شده خیدیر را دیده و نمیدید. سربندش را میل بستن نداشت. شخصی که یک عمر از مردم جرمش را پنهان می داشت، الحال تیار بود هر دم آن را نموده به منفیت خود جزای قسمت را استفاده کند. سواره جلوی اسب جو مستش را که گویا از دیدن جرم آدمی میل گریختن داشت و بیقراری می کرد سخت کشیده گفت: آیا می دانی با گوش جنگ نمی کنند؟ می دانم، نه با گوش نه با کمان جنگ کردن نمی خواهم. مردن نمی خواهم اکی قیامتی. گریان زاری کرد پیاده. در پیش پای بچه هایت مرم. مرا غلامی حلقه بر گوشت کن، اما از جنگ گردان. مردن نمی خواهم. آیا می دانی مردن نخواستن چی معنی دارد؟ تاشی رموزفم به زبان آمد: می دانم اکا، می دانم چه قیمت دارد. مرده و زندم خدمتگارت می شود اکی رئیس کلانی. انا همین رئیس کلانی جان تاش را خرید. نایب رئیس که عمری آرزومند رئیس کام اجرایی بود، از توصیف پیاده حقیر فال نیک گرفته نرم رو و نرم گفتار شد. دل یافته و قند خورده می توانی؟ خیدیر کیها چونین دستیاری بی منت را، شخصی را که سنگ آسیا را در سرش گردانی و طاقت کند می جست، اما طبع دلش را نمی یافت. آن روز بین سواره و پیاده چی صحبت شد کسی نمی داند. بیگاهی تاش خاطر جمع به خانهش برگشته زن و بچه هایش را خرسند، همسایه ها را حیران، رئیس و رئیسه را اندیشمند کرد. پنهانی زود زود اکثر شبانه به خانه خیدیر روا داشت. بیلو کلند رئیس کلانی از خدمتگار منتدار بود. اولها به سبز بهاری بودن تاش خیدیر شبهه داشت. دیری نگذشته پاره او شبهه نایب رئیس را آب کرد. شخصی که پنهان و عیان بود و شدش را به پون بچی می کشاند، می دانست که قسمت بچه عمکش نیست، از او بهتر و بالاترها را خاک و تراب کرده است. تا می توانست دل یافته قند خوردنی بود. از خوشبختی و فراموش خاطری نه، از مفلسی چند وقت راه خانه بلاگردانش را فراموش کرد. آخر گنج خانه چشمه نیست که خشک نشود. یک روز به نام تاش تکراراً دعوتنامه آمد. لطیفی خطکشان آن را به دعوت شونده سپارید، اما او از زیبا گمان بر شد. رئیس را که برادر و شوهرش در جنگ است، همه را به دهان اژدها تیله دادن می خواهد. گفت به نقره. دعوتنامه را نشان داده. من به او کی بودنم را نشان می دیم. در این دنیا آسیاب به نوبت است، گفت نقره. تاش دعوتنامه در جیب به کمی سریعت نه به خانه خیدیر راه گرفت. در خانه او تاش را می شناختند. همتش را می دانستند. تهدان بودند که اصلا دست خالی نمی آید. دستاویزش را گرفته خودش را در صوفه پشت دروازه می شناندند. صاحب خانه چون طعامش را خورده سری خوابش را می گرفت، لازم شمارد عرضی دستیارش را می پرسید. تاش بیگاهی خرجین در کتف از دروازه نایب رئیس خیدیر وارد شد.
صاحب خانه او را دیده تبسمی زهرآلودی گرد لبانش دمید. سبب تشریف شبانه او را پیشکی می دانست. یک گوش چی گپ؟ تینجیست؟ تینجینی اکی قیامتی. رئیس و رئیسه با هر را از من خلاص شدنی‌اند، گفت تاش. مرا چشمی دیدن ندارند. نانشان را نیمته نکردم. گناهم را نمیدانم، اما یک بار جرأت پیدا کرده به رئیس و رئیسه چسبیدن مردکی عامی به نایب رئیس که به هر دو راهبری خواجگی حسنی توجه نداشت، از آنها نیز مهربانی ندیده بود، فارید. چرا به جنگ رفته قهرمان شدن نمیخواهی؟ یک گوش. چشمان مخمورش را بازی دارانده پرسید صاحب خانه. هر روز از کمیسریت حربی چقدر خواهشمندان را برمیگردانیم. از دهانشان بوی شیر می آید و آرزوی قهرمان شدن دارند. تاش لحظه مستر به نازکدوی نقشین و بازیگری دست صاحب خانه نگریسته بی جرأتانه گفت: جانم، صدقه رئیس کلانی ترمرگ شوم که قهرمان بودن نمیخواهم. در سایه دولت شما بلاگردان آدم وارد زیستن میخواهم. تاش آب چشمش را که همصحبت با وقارش به آن کیها عادت کرده بود با گوش بندش پاک کرد. به فکر تو آنهایی که اختیاری به جنگ می روند زیستن نمی خواهند؟ تک پرسی کرد صاحب خانه. اکی رئیس کلانی، از گناه هم گذر، راستش را می گویم. آنهایی که اختیاری خود را به دهان اژدها می پرتایند خودکشند. خودکش حرام می مرد. من حرام مردن نمی خواهم. چشمان صاحب خانه از خنده پری آب شدند. بلایی، یک گوش بلا. کفلیس به دست دفتت سرتاب یک جماعت را گردان میکنی. او لطف کرده به پیاله شراب دستکی ریخته به مردک داد. تاش اول رمیده سپس حریصانه پیاله را به سر کشیده خالی کرد. شراب مردک گرسنه را یک باره برداشت. آنهایی که اختیاری به جنگ می روند یا قرض بسیار دارند، یا از جهت مردی متهمند، یا زنشان جهمن دارند. همین قدر فرشته های بی صاحب را مانده مردنی رفتن از روی انصاف است. رئیس قیامتی، این جایها را نمیدانم. در کمونه ما هر کل به پریخانه است، پریخانه بی صاحب. اکاد را به این پریخانه ها براخیر. مرحمت، خودی حاضر می رویم. مبادا راضی شود چیکار میکنیم؟ ترسیده گذراند از دل. عقلت در جایش صغیره. نیمی گوش همصحبتی زبان تفسیده را تاب داد. صاحب خانه هیر هیر خندیده. حالی ما بسیار کارها میکنیم، زنده باشیم. خدا عمری چنارت دید. دست برو کشید تاش مخمور. همین که دلت دوغی ترش خواست او قاه قاه خندید از لطفی خود. ما تیار. آن گوسفندت خراب و مردنی برآمد یا خسیسی میکنی؟ یک بار جدی شد بلاگردان که صحبت به دلش زده بود. کیفی دستیارش پرید. بین آنها باز دیوار پیدا شد و مهمان در حال که بودنش را یاد آورده به تولا گذشت. فهمیدم اکی بلاگردان دیگر تکرار نمی شود. یک قشقار سیاه را بانی میکنم برای بچه های بلاگردان. صاحب خانه از تأثیر سخنش قناعتمند گفت: همان یک برده گوشتی آوردد به نظرت تا چند روز می رسید؟ یک گوسفند را یک برده نامیدنی صاحب خانه بی انصافی محض بود. اما مهمان سیربای نداده گفت: برای جوانمردی دستکشات کم بود. البته زنده باشیم. گوسفند هم گپ است، بقه می آریم. اکی رئیس کلانی. تاش به جیبکش دست برد. او کیها دعوتنامه را به نایب رئیس نشان دادنی بود و ایبا می کرد. فرصت را موافق یافت. صاحب خانه به دستی از بغل خالی بیرون شده مهمان با کراهت نگریسته پرمعنا سلفید. معنی نگاه و سلفه رئیس را شرح داد تاش. اکی رئیس کلانی، تا مردن خدمتگارتان می شود. خدیر را رئیس نامیدن مهمان می فارید. و بچه، مرا رئیس نگو. به گوش رئیسی کامیجی را یه رسد خوب نمی شود.
از او زیادی که کم نه، گفت سراسیمه تاش. رئیسی البته گریخته نمی رود. من از کدام رئیس کم؟ 100 بار زیادی. سراسیمه علاوه کرد تاش. 1 تاری بروتد 1 رئیس. رئیسی ما بچه بد نیست، لیکن آدمگری ندارد. نانش را همراه زنش تنها می خورد. دسترخوان دری کشاده ندارد. جوانمردی منصبدار این خیل نمی شود. وقتی که راهبر چنین متهم است، مردم ارزشان را به کجا می برند؟ البته به خانه رئیس کلانی پیشگویی کرد تاش. جانی گپ گفتی. مردم خانه ما آمده دسترخوانشان را خالی یابند، چی فکر میکنند؟ احوال کلانها چنین باشد مردن ما نزدیک است نمیگویند. خلق از دولت ناامید شود غلبه نمیکنیم 1 گوش. راست میگوی رئیس کلانی، بی دولت از دست خلق چکار میآید؟ تصدیق کرد همصحبتش. معلومات داری؟ چون همیشه ناخواست پرسید خدیر تاش را که با دقت سخنانش را شنیده ثمر برداشتنی بود. صنف 2 ناپره. توتیوار جواب داد او. اما از چشمانی بازیگر و مخمور بلاگردان وعده را پی برده از راستگوییش پشیمان شد. لازم باشد مشق میکنیم. اصلاح کرد خود را. مشق کن. ضرر نمیکنی. چشمک زد میزبان. انبارهای کلخاز هنوز هم بیمدیرند. بیمدیرند. نمیدانم کلانها چی فکر دارند. جواب داد تاش که در حقیقت نمیدانست انبارهای کلخاز به عرابکشی عادی چی دخل دارند. مشق کن. تکرار کرد پرمعنا خدیر. اکنون از کجایی که آمدی؟ همانجا رفت. مبادا کسی سایت را نبیند. مهمان ناخوانده دعوتنامه در بغل ناامید و سرخم از در برآمد. دعوت شدگانی در اداره کمیسریت حربی جمع آمده را مرد لباس نظامی پوش یک به درون دعوت میکرد. هر بار از در برآمدن سرژنت را دیده تاش از جا 1 قد پریده میخست و بدنش را عرق خنک پخش میکرد. از نظری بالا دور گفته گوشه نشست و نوبت خود را انتظار شد. اندیشه هایش سرپیچ بودند. میترسید که بلاگردان مخمور خرجین ناچیزی او را خالی کرده صاحب آن را فراموش کرده است. به غمی خیش آنقدر اندرمان بود که حتی در دالان دراز کمیسریت ظفر نابالغ را دیده حیران نشد. تاش خواهش جنگ رفتن حمدیه اش را میدانست و فکرش را نسبت به چنین قهرمانها شب به نایب رئیس گفته بود. کوشش نزد کمیسیه در آمدن جوان را این بار نیز ناظری در برباد داد. نه تنها او را از در وارد شدن نماند، بلکه شنوا تأکید کرد که این بار قاعده را ویران کند، در حقش چاره خواهد دید. جوان زیر تیر نگاه ها ناهنجار از در دور شد. از بس که تاش بین این جماعت شناسی نداشت و هم صحبت میکافت، همدیهش را جیغ زد. سفر بخیر ملا ظفر. جوان از دیدن همدیهش دست و پا خورده 1 بار جواب نداد. او را از خانواده پنهانی زلیخا تابونی عقب گسیلانده هنگام خیرباد بار اول بوسیده بود. انجام گفتاری 14 رامن زنان سبزبهاری شاعری خلقی تاجیکستان گلرخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.